مؤمنای واقعی زمانی که مصیبت ها و تکلیف ها سرش بیاید خفه نمیشه، میفهمه که از من چیزی خطایی است. الله متعال مرا توسط همین مصیبت پاک میکنه. پاک چرا؟ ما گناهگار هستیم، تکلیف ها را الله متعال برای پاک کردن ما روان میکنه. و خوب است که الله متعال بدل خود در دنیا بگیره، یا معاف کنه و یا در دنیا بگیره، در آخرت نگذاره، چرا که توان عذاب آخرت نداریم. و ما اکرهتنا علیه من السحر، بخشش کن الله متعال خطایان و گناهی ما را که به نفس خود کردیم. و دیگه کدام گناهی که و ما اکرهتنا، و آنچه که تو ما را مجبور کردی بزرگ علیه بالای همو کار من السحر، از سحر ما را تو مجبور کردی که بیا مقابله پیغمبری حق پرست بکو، این جرم بزرگ بود او ما این جرم کردیم، الله ما را معاف کنه. خیر است که سختی سر ما بیاد. والله خیر و ابقا، الله بهتر است از روی ثواب دادن، عوض دادن، راضی شدن. و ابقا او پاینده است. تو فرعون باقی نمیمانی، نه زندانی تو باقی میمانند تو خودت، نه ظلمت نه زیادت و عذابت، کلش فنا شونده است، نمیترسید. قانون الله اعلان میکنه، انه شان سخنیست، ای قانون عامی الله متعال است. میت هر کسی آمدن میکنه، مرد است، زن است، پیر است، جوان است، از هر جایی که است، هر کسی که است، میای ربهو به پیش پروردگار خود، مجرمان در حالی که جرم کرده، گناه کرده. فإن له جهنم، یقینا برای آدم جهنم است. لا یموت فیها، او جهنمی که دو نمیمیره، ولا یحیا، نواقعی زنده میشه، راحت زندگی را نمیبینه، همیشه در عذاب است. اینجا کسی که میاد مجرم، مراد از جرم شرک است و کفر است، نعوذ بالله. الله نگاه کنه ما را. یک، این قانون الله است، فیصله شدگی است، اعلان شدگی است. و من یاته مؤمنا، کسی که میاد پیش پروردگار خود در حالی که ایمان داره، مؤمن است، مؤمن ایمان در قلبش جا گرفته، مستحکم است، امی ایمان خود است پر جور کرده در مقابل کل تکالیف و مصیبت ها، کل دردا و رنجا. قد عمل الصالحات، تنها مؤمن تذکیری و زبانی نیست، میراثی نیست، بلکه در زندگی یقینا به ایمان خود باور داره، مطابق از او به مقتضای از او عمل. کدام عمل کرده؟ الصالحات، عمل صالح را انجام داده، خاص برای الله بنقش رسول الله. فاولئک، این مردما که ایمان کامل و عمل صالح داره، لهم الدرجات، برای از جا مراتب است، العلا، بلند درجه ها. کدام بلند درجه است؟ جنات عدن، باغای دائمی است، تجری که روان است، من تحتها، در زیر درختها، قصرهای شلنهار و جویا، در زیر فرمان اختیاری خودت، خالدین فیها، همیشه می باشه در او باغا. و ذلک جزاء من تزکا، این همی پاداش کسی است تزکا که خود پاک کرد از شرک و کفر، از ظلم و معصیت و گناه، خود پاک کرد، این همی بدل از اوست. ولقد اوحینا الی موسی، الله متعال این معامله با امرای فرعون بود، مقابله شروع شد. فرعون میگه این مردم را که بمانیم تباه میکنه ما را، از او خاطر شروع کرده بندی کردن و گرفتن و زدن و کندن. هر کسی که آل ایمان آورده اظهار میکنه قطعی رابطه داره، شبکه تلفنیست مکمل گرفتار کرده، رئیس در زندان مندازه. الله متعال امر میکنه به هجرت. انبیاء علیهم السلام دعوتشان همیشه در مو منطقی که آغاز کرده اونجا تکمیل نشده، سفر به جای دیگه کرده، سفر به جای دیگه کرده. هجرت راز کامیابی است. چرا هجرت راز کامیابی است؟ تا وقتی که در وطن می باشی دلت وابسته به مال، دارایی، خانه، زن، فرزند، اولاد، اقاربی گپاست، مکمل طرفداری از دین کرده نمیتونی، بعضی گپا پیش میشه. حالی مردم چی میگه؟ سعیست مولای صاحب توی به طریق سنت شوه، لیکن چی طور کنیم که اقارب چی طور کنیم، دوستا را چی طور کنیم، کشا را چی طور کنیم؟ این نمیماند که تو به سنت عمل بکنی. زمانی که هجرت بکنی دلت کنده میشه، خانه اونجا مان، زمین اونجا مان، حالی همی مکبل بگوی خدا چی میکنی؟ یک طرفه برای خدمت دین میکنی. از امو خاطر صحابه کرام پس نامدن، چرا کلی عمرشان در خدمت دین الله قبول کرده بود، امونجا سکونت کردن
این راز هجرت است. هجرت انسان دیگه هم قوت میبخشه و تو را فارغ برای خدمت دین میگردانه. بس الله فرمان میده موسی علیه السلام ولقد اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به موسی علیه السلام ان اسری که ببر شب به عبادی بنده های مرا، امو کسایی که ایمان آوردم رای تو، فضرب لهم طریقا، بزن برایشان یک راه فی البحر، در بحر یا بسا خشک، در دمی روی تان بحر میآید، از او تیر شدن چی رقم میشه؟ توسط معجزه امو عصایت که همه کار است، همه کاره، بزن بحر میتور منجمد دواره استاد میشه، در بین را خشک، او هم خشک، آب نو جدا شده، باید سیالای باشه زیر بحر، نینی مکمل خشک است یا بسا خشک. لا تخاف، و نمی ترسی تو درکن از گرفتار شدن که از پشت تو را گیر کنه، نه این ترس نداشته باش. ولا تخشا، تو نترسی از غرق شدن که دریا یک دفعه یک دم سر ما بیاید. این فرمان الله متعال است. دریا سیال است، نرم است. این تاثیر کی دیش انداخته؟ الله انداخته. آتش سوختندن میکنه، تاثیر کی انداخته؟ کارد بریدن میکنه، این تاثیر کی انداخته؟ آفتاب حرارت داره، روشنی داره، تاثیر کی انداخته؟ همه نظام دنیا در اختیار کیست؟ الله متعال است. درس میده برای ما اگر تو خدمت دین الله را بکنی، کائنات الله در خدمت توست، کائنات الله در خدمت توست. به موسی علیه السلام خب بحر توسط عصا چاک شد و شق شد. شما خبر داری که به صحابه چطور شده؟ زمانی که در ایران حمله میکرد بحر آمد، قماندان جنگی مجاهدین عمرو ابن عاص رضی الله عنه گفت به نام الله داخل شوه، لشکر حرکت میده، اسپا داخل میشه در بحر، بررستیر میشه دو طرف. دیگه وقتا میایلی تو یک دفعه پایین شو که چه حالت میشه. این ایمانی چی کار داره؟ ایمانی قوی، این اخلاصی قوی کار داره. یا به خاطر رضای الله برای نشر کلمه لا اله الا الله برآمده بود، الله متعال نمی رقم میکنه، در بحر میتور تیر میشه، در بحر. خدمت دین الله را بکنی الله عزت میده تانه. نه ذلت قطعا نیست. گپ دایسته که ایمان آدم پخته، امو همت آدم پوره، شجاعت آدم پوره، بس. و بر وسیط سری کی باشه؟ الله. سری وسایل ظاهری نه، وسایل ظاهری نداشتن. چرا طور شده بود؟ ایرانیا مکمل کشتی ها را چی کرده بود؟ میده کرده بود که مردم سوار شده تیر نشود. الله متعال بحر برای ازیا مثل پیاده، رای پیاده جور کرد، توسط اسپایشان در اون طرف تیر شده. همون بود که یک دفعه که ایرانیا خبر شد که خط اسپا تیر شده، گفت خطی قوم دیگه نمیشه، بدو شروع شد. کی است که حالی در مقابل ازیا استادگی کنن؟ ایرانیا قطعی صحابه زمین خاطر زیاد دشمنی داره. فاتبعهم فرعون، از پیشان شد، تعقیب کرد موسی علیه السلام و امرانشان فرعون و بی جنودی امرای لشکری خود. فغشیهم، فرا گرفت فرعون یاره، من الیم، از دریا، ما او دریای غشیهم که یاره فرا گرفت، بزرگی دریا. چرا بزرگی دریا زیاد شده بود؟ استاد شده بود، بالا شده بود، مثل که دریا یک دفعه دمه شود دمیروش بند شود، مثل بند چیره سروبیره یک دفعه ایلا کنی، حالی چیز در پیشش گیر میشه. فرعون الله متعال به این قسم هلاک میکنه. پیغمبر علیه السلام تسلی میده، یا رسول الله، موسی علیه السلام توسط هجرت کامیاب شد. الله متعال امو دریا را برای موسی علیه السلام رای خوش کرده. امو دریا سبب عذاب کیست؟ تو هم اینمی قسم است. هجرت میکنی، هجرت در خانه نمیشینی، مثل موسی علیه السلام. الله متعال برای درا را جور کرده رویسته. یک غار توسط چیسته؟ تاری عنکبوت الله نجات میدشه. تاری عنکبوت. و اضل فرعون قومه، گمراه ساخته بود فرعون قومی خدا. الناس علی دین ملوکهم، مردم سر دین کیسته؟ پاچا رقاص، شرابخور، مردم شرابخور رقاص، همون چیزا را زیاد کرده رویسته. بری که هر جای سینما و شرابخانه را جور میکنه. اگر پاچا متدین باشه هر جا که قدم میزنه چیست؟ مدرسه و مسجد جور میکنه. اگر صوفی قبر پرست باشه بگوی واسطه میکنی که خانقا و گنبتا و چیسته
مرقدار چی را ایرا جور کده رایسته ایگا پارا جور میکنه الدین الناس علی دین ملوکهم. فرعون قوم خود گمراه ساخته بود و ما هدا راهنمایی برایشان نکرده بود، برای سعادت و پیروزی و پیشرفتشان هیچ اقدامی نکرده بود. چرا نکرده بود؟ به خاطری که مردم خوار غریب باشه، زیر فرمان باشه، بلکه هیچ موقعی را برشان نداده بود که مردم راه پیشرفت و ترقی را گام بزنه. پاچاها همیشه در تلاش ازیسته که قوما چی باشه؟ پیشرفته نباشه، پیشرفته نباشه، کور باشه، معلومات کافی نداشته باشه. چرا؟ مردم که بالا شاخ و بازوی را در پاچایی نمیمانه، از دو خاطر تلاششی نمیسته که یارا در زیر پرده نگاه بکنه. از اینجا بر ما معلوم میشه که مسئولیت پاچاه هاست که ملت باید طرف هدایت سوق بده. چی رقم سوق بده؟ امروز پاچاه ما توسط چی ملت خدمت کرده میتاره؟ مراکز دین اضافه بسازنی. حج و اوقاف مسئولیت داره در مساجد امامی را موظف بسازه که قرآن و حدیث خوانده باشه، فارغ باشه، فارغ باشه. امروز در مکتب کابل کسی که 12 پاس است نمیگیره شه، 14 پاس است نمیگیره شه تا که لیسانس نباشه. لیکن در مسجدای کابل اینطور کسای امام است که یقین به الله بکنی اگر امیتنا قرائت یا کلام الله را درست خوانده بتانه، آذان هم درست داده نمیتانه، او ملاسته. یک روز از عقیدش کسی تفحص و جستجو نکرده چی رقم عقیده داره. مردم جور شدن از کجا جور میشن؟ مرکز تجمع و مرکز توجه مردم کجاست؟ مساجد است. این مسجدی که به اخلاص پایه‌گذاری شده الحمدلله، این چندین سال است که اینجا درس تفسیر قرآن کریم میشه، سبب هدایت صدها مردم میشه. هر مسجد به ادمی طور باشه، هر رمضان کلگی صبح نماز خواندن پس دور بخوره شروع شود. لاسپیکر از خواهر از خانم بیرون نمیره، همونجا در خانه میشنوه قرآن پس کدگی کلی گپا میشنوه. اما در دیگه وقتا اوجا هفته میبره، اوجا آزان داده میشه، با بدو بی وضو ملاس چیسته یک هزارش خدا پوشیده میباشه، پیراهن امنی بی وضو میدوه در طرف لاسپیکر، او بازش خو میگه خیلی ناوقت شده لاسپیکر آزان ندی، در وضو خانه آزان میده. نماز کی میخوانه این طرف سلام دور میده، این طرف آفتاب بلوک کده بالا میبرایه. اما وقتی رمضان که شوه چیسته و مردم نماز 5 دقیقه بالا 3 بجه میخوانیم 5 دقیقه بالا 3 بجه 5 دقیقه نماز میخوانه، تک تاریکیست. در قریه که بری تو میگین جیج مردم نیست، یک دم کلگی در خواب رفته. این سحر بیداره، این سحر پربرکت در خوابا تیر میکنه. مساجد است، شما بگوی مساجد است. انتظام کرده حکومت مکلف است. یک مدرسه قرآنی را برای من نشان بده که حکومت اکمال کرده. 12ام دوره تفسیر قرآن کریم در کابل است. شما یک مرتبه برای ما نشان بده که یک نفر حکومت آمده باشه برای ما گفته باشه ما چی ضرورت اگر مسجد برد بکار است که ما برد بدیم. مراجعه کردیم در ریاست مساجد، شما باور به الله بکنیم مسجد برای ما نداد، قصدا نداد. خیر ما چطور توقع داشته باشیم از این حکومت که ما خدمت برای ما میکنه و یقینا محبت با دین داره؟ محبت با دین نداره، محبت با دین نداره. الله متعال فرعون میگه که قوم خدا گمراه ساخت. فرعون 2 جرم کرده، یکی خود گمراه بود، قوم گمراه ساخت. اجراه سعادت و پیش قدمی را ترقی را برشان باز نکرد. از او خاطر این 2 جرم داره. پاچاها و کلانا 2 جرم داره. مردم در تعمیه او ده چی تاریکی نگاه کرده. ملا صاحبا در ردیفشان است یا 2 جرم داره. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم ای اولاد یعقوب علیه السلام، یقینا شما را نجات دادیم من عدویکم، از دشمنیتان، و وعدناکم جانب طور الایمن، وعده کرده بودیم امروی شما در طرف راستی کوی طور، و نزلنا علیکم المن، ما روان کرده بودیم بالای شما المن، یک چیزی مواد سفیدی که سری گیاه ها سوبکی براتان می آمد اونجا انداخته می شد، مثل چی واره
شکرک واری یا ترنجبین یا میگه. و سلوا یک مرغی بود که شما در دست گرفته میتونستی ذبح میکردی، گوشتی لذیذ داشت. از او خاطر در بین پرنده ها چون گوشتی بودنه خیلی لذت داره، مفسرین میگه بودنه بود. کلو بخوری من طیبات ما رزقناکم، براتان گفته شده بوده که بخوری از پاکیزه آن چیزی که رزقناکم ما شما را روزی داده بودیم. یک چیزی که حلال پاکیزه سبب تغذیت و قوت بدن میشه، از امو استفاده بکنی بخوری. ولا تطغوا فیه، شما از حد نگذره، تجاوز نکنی فیه در خوردنیتان. دو مطلب داره، چیزی را که الله براتان حلال مکمل پیدا کرده از زمین استفاده بکنی، اکتفا سریزی بکنی، پشت دیگه چیزا نگرده که حالی بگوی مثل که بازپسان گفتن که دل ما ترکاری میخواه، تلخ و تیز تلخ و تیز. در رمضان مردم ها آچار میخوره. چی را میخوره؟ چیزایی را که خوب گنده کرده باشه او سیرم خوب فراوان کرده باشه که عرق میکشه در صف فقط صف مکمل چی میکنه؟ قریب که زوف کنه. اینی طور مردم هست. سخت ضرر داره، سخت اذیت است برای مسلمان، برای ملائک. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که من اکل من هذه الشجره المنتنه فلا یقربن چیست مصلانا، در جای نمازی ما اینطور آدم باید حاضر نشوه. مثل که اگر سیر خورده باشی، مولی را خورده باشی، اینمی رقم نسواره که میکشی که دانید بوی میده، یا امو رقم دهن نمیشی دانید بوی میده. پیغمبر منع کرده. اسلام دین نظافت و پاکیست، باید تو در اونجا نروی. سبب اذیت دیگه حتی در نمازگاه و در مسجد باید حاضر نشوی. الله متعال بنی اسرائیل امتحان میکنه، طعام حلال به محنت برشان داده رئیس. اسراف نکنید، تجاوز نکنید، دیگه چیزا را طلب نکنید. امی خوب است به محنت خود پیدا نمیکنید. اگر محنت خودتان شریک شوه حتما گاهی آب دزدی میکنی، گاهی چی غلطی در کرد میکنی، گاهی در دیگه کارا میکنی. خیر است که از جانب الله می حلال است. یک معنی است. دوم معنی فلا تطغوا، شما تجاوز نکنی، آنقدر خود اسیر کنی که حالش کم درد است به اندازه. خیر است که چیزی فراوان در دست آمد. ها مردم میگه از سرکار که تیل آمد در دامن بگی. اینطوری نکنی. شما هر چیز بری حد داره. فیحل علیکم، پس نازل میشه بالای شما غضبی ما، اگر شما از این حدود تجاوز کنی. الله متعال همه بندوبست رزق شما را، زندگی شما را کرده، چی ضرورت است که شما تجاوز کنی؟ و من یحلل علیه، کسی که پایین شوه بالایش غضبی ما، فقط هوا یقینا هلاک شده، برباد شده. و تو را آدم دیگه روزی خوبی را نمی. غضب الله سری کسی بیا، الله ما را از غضب خود نگاه بکنه. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من غضبک. از غضب الله متعال انسان پناه بجوید. و انی لغفار، الله متعال میگه ما بخشش کننده استم، زیاد بخشش کننده استم. لمن، برای کسی که تاب رجوع میکنه به سوی ما، تکبر نمیکنه، مغرور نیست، نعوذ بالله ریسپان کنده شده نیست که همون طرف دویده رایسته، پاش در سنگ میخوره بیدار میشه. وی 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 چرا نمازم قضا شد، وی 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 چرا گناه از پیشم شد. و آمنه، عقیده داره، باور داره، ایمان قرآنی داره، و عمل صالحا، عمل صالح انجام میده. ثم اهتدا، بعد زورایی هدایت تا پیش گرفته، انحراف و کجیره نمیکنه. اینی طور آدم الله متعال میگه من غفار هستم، بخشش میکنم. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، موسی علیه السلام بنی اسرائیل وقتی که از او دریا تیر شدن، فرعون لاش شدید که وقتی که غرقم شدی، قومی قدر خوف زده بود، سیاست فرعون سرشان تیر بود، گفت نه او از دریا پس زنده میباید. فکر میکرد که فرعون هیچ مرگ نداره، تا ای که الله متعال کالبودیش چی کرد، لاشیش از لب دریا انداخت. وقتی که با چشم سر مشاهده کرد، اونجا شکرا کشیدن. و موسی علیه السلام میگه که آلی ما آرام شدیم، یک همین سنگ دل ما به جای شد. آلی دیگه موسی علیه السلام احکام بیار که ما دیگه عمل کنیم، میدان عمل است، شکر گزاری است. خیلی خوب، ما پیش میرم، شما از پشت سرم بیایی. ما پیش میرم، شما از پشت سر ما بیایی که در کوی طور الله متعال برای ما ما کلام میکنه و کتاب میده، کتابی که ما سرش عمل بکنیم.
و ما اعجلک، موسی علیه السلام پیش رفته در کوه طور. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه چیز به شتاب آورده تو را عن قومک، پیش از قومت. یا موسی علیه السلام. قال موسی علیه السلام میگه هم هؤلاء قوم هم اولای اینا، هم قوم ما اولای اینا روان هستند علی اثری در پشت سر ما. و عجلت الیک، ما شتافتم عجله کردم به سوی تو. رب پروردگار لترضا، که تو خوشنود شوی. ما از دستی که زیاد برای خوشنودی تو از قوم کده پیش آمدم. قال فإنا قد فتنا قومک. انبیاء علیهم السلام علم غیب داره؟ از حالات قومی خود خبر داره؟ در کم فاصله یک خبر نداره. موسی علیه السلام طرف کوی تو رفته، قوم پشتی سرش آمده رایست. کدام معامله و حادثه که در قوم پیدا شده موسی علیه السلام خبر نداره. این بدبخت ها چطور امروز میگه ای پیغمبر کلی حال امت میبینه، حاضر ناظر است. نعوذ بالله. این عقیده کفر است یا اسلام؟ عقیده کفر است، اسلام نیست. موسی علیه السلام از قوم خود خبر نداره چی واقع شده. الله متعال خبر میدشه. چطور خبر میدشه؟ فإنا قد فتنا، یقینا ما در فتنه انداختیم، یعنی در آزمایش انداختیم قومک، قومی تو را، من بعد که پس از رفتن تو به سوی کوه طور. کی گمراه کرد؟ کی سبب فتنه شان شد؟ و اضلهم السامری، و یارا گمراه ساخت سامری. فرجع موسی الی قومی، بازگشت موسی علیه السلام طرف قوم. تحمل و برداشت مسئله شرک هیچ کس کده نمیتونه، هیچ کس. الله متعال بر ما درس میده زمانی که پیغمبر خبر میشه از امر با عظیم منکر شرک است. موسی علیه السلام عالی نبا کلام و مناجات الله گوش میگیره، زود برگشته به خاطر اصلاح قومی خود که مبادا این مردم ها بیخی از دین نبره کلشان. الى قومی، به سوی قومی خود غضبانت، با خیلی غضب، اسفا که پر از غصه شده بود. یک قدر غصه را پر کرده بود موسی علیه السلام. در مقابل شرک انسان امی قسم غصه را پر کو، امی قسم غضب بکو. مردم میگه مولوی صاحب قدر بسیار با سختی گپ میزنی. من میگم هنوزم آرام گپ میزنم، هنوزم نرم گپ میزنم. زمانی که شرک مشاهده میکنی، زمانی که داعیین شرک، امامای شرک در سر قدرت مردم است، زمانی که مردم ها سری مردم پاچایی میکنه، دل آدم در کفیدن میاد. چطور نمیاد؟ آدم سخت باید بگوید. قوم تباه میشه. این ملت کدوم طرف روان است؟ روزمره جنازه خوانده میشه، یک نفر میموره. سوال کنی که او عقیده توحید شناخته یا نه؟ از پیشش سوال کنی پیغمبر شناخته کدام مقام و منزلت داره؟ یقین به الله بکنی به ده ها فیصدش. وقتی که یکی را پرسان میکنه که پیغمبر کیست، گفته امام ابو حنیفه رحمه الله. اینطور مردم است. انسان غضب نکنه. موسی علیه السلام در غضب شده. سامری کیست؟ سامری یک قریه است در مصر به نام سامرا یاد میکنه. بعضی مفسرین میگه که یا نسبتی است، یعنی منسوب به سوی قریه کی سامرا. و او همو قومی بود در قبیله سامرا که گوساله پرست بودن. لیکن چی کرده بود؟ خدا آمده بود یک بعضی از علوم از موسی علیه السلام یاد گرفته بود، خیلی کم، اما هدفی غلط داشت. ای آمده بود امی رقم که چیزی را یاد بگیره، یک روز سبب فتنه و گمراه کردن مردم شود. حال شما خوب گوش بگیره. تاریخ موسی علیه السلام و تاریخ رسول الله با هم چیستا یکسان است. در امت پیغمبرم کسانی در لباس دین پیدا میشه به نام دین که مردم گوساله پرست جور میکنن. چی پرست؟ گوساله پرست. براتون نشان میدم. این واقعه را براتون میگم. سامری اونمو آدم است. ظاهر حلی خواب تقریر یک چند کلمه را یاد گرفته، فقط یک چند کلمه را برای فریب مردم. دیگه در حقیقت نه خیر خواست، از امو خاطر از فرصت کار میگیره. موسی علیه السلام که طرف کوه طور رفت، سامری خیست حال تقریر میکنه در مردم تقریر کرد. چطور تقریر کرد؟ سایکو از کدام را تقریر میکنه؟ قوم موسی علیه السلام زیورات قبطی ها را گرفته بود. چرا؟ به خاطر که مثل که قبطی ها یک روزی تجلیل و بزرگداشت داشتن، بر اسرائیل هم روزی بزرگداشت مذهبی داشت. به میله و از شار بر آمدن. به قبطی ها گفتن که ما سبا روز مذهبی و جشن مذهبی داریم، میریم در اونجا در دشت
شما هم زیورات ما خود برای ما عاریت بده. این زیورات طاقت خود آوردن. سامری خیز تقریر کرد، گفته مردم پیش الله رفته نیستی، مال مردم آورده، الله چه جواب میگه؟ بندازی مالایتان که پاک شوه. شما خطا کرده. مردم خود راستی دیگه، مال مردم عاریت آورده، مالی قطع خود میبریم شه، حالا پرته کلگی مالا را پرتافت. زیورات مکمل طلا و نقره است. سامری خبیث شروع کرد ذوب کدمی چی را؟ طلا و نقره را. بعد از ویر شکل گساله جور کرد، لیکن طور جور کرد که ما بین ای چی خالی بود، سوراخا و گپا، چشما، دهن. شمال که میشد او میکرد. لاسپیکران بعضی اوقات که چیست بالاست و موس میکنه که شمال میخوره. سرنه خونه سرنه خو پف میشه. خونه که شمال میخوره وس میکنه. نعوذ بالله. در بین قوم مردمای خیلی نافام میباشد. دمی بنی اسرائیل مردمای خوبان بود، هوشیاران بود. یک تعداد ساده لوحه را سامری گفت وای موسی علیه السلام اله خودم فراموش کرده، این اله موسی. او مردم مست شد. تفاسیر نوشته میکنه، قرطبی نقل میکنه از امام ترشوشی رحمه الله که وقتی که ای را سامری جور کرد، امی مردمای دیگه که فرفته شد عبادت از دیگر شروع کرد. در گرد دوره میزدن، چک چک میکردن و بگوه با اصطلاح امروزی ناتخوانی میکرد. این عبادت بود.